اومدیم ببینیم کلات آهن به فرم EDDHA به درد میخوره یا نه. با ما باشید. وظیفه کلات آهن خصوصا به فرم EDDHA به این صورته که میان عنصر آهن رو در بر میگیرن و نمیذارن در pH های بالا آهن به فرم نامحلول در بیاد و گیاه نتونه اون رو جذب کنه. حالا ما جهت مقایسه اومدیم از سولفات آهن استفاده کردیم که خیلیاتون میشناسید و استفاده کردید. همچنین خود کلات آهن به فرم EDDHA که میکروگرانوله. ما این سولفات آهن رو حل میکنیم. همچنین مقداری کلات آهن که به این صورت در میان. همچنین فرم کلات. حالا چون تو پاکای ما pH بالاست، ما میایم از یه محلول قلیه استفاده میکنیم ببینیم چه اتفاقی سر آهن میاره. اول سولفات آهن با مقداری اضافه کردن میبینید که آهن رسوب میکنه و به فرم نامحلول در میاد. حالا نوبت اضافه کردن محلول قلیه به کلات آهن. کامل حل شده. ما اینجا اضافه میکنیم. از نزدیک فیلم میگیرم که ببینید با اضافه کردن محلول قلیه هیچ اتفاقی نمیفته. نه رسوب میده نه دو فاز. پس این کلات ها در pH های بالا پایدارن، آهن رو نگه میدارن و برای خاکای ایران مناسبن.